سلام دوستای گلم، اومدیم با یه تعمیر دیگه در خدمت شما باشیم. یه آیفون تصویری آوردن واسه تعمیر. خب این آیفون های تصویری معمولا یعنی کلا دو تا برد دارن. یه برد تغذیه دارن که برق شهری 220 ولت رو میگیره و کم میکنه، دیسیش میکنه، مستقیمش میکنه، حالا 12 ولت 15 ولت میفرسته واسه برد بعدیش. این دو تا برد، یه برد تغذیه، یه برد تصویر و مینش. و معمولا چون دائم کارن، این دستگاه دائم تو برقن دیگه، چون دائم کارن معمولا برد تغذیهشون آسیب میبینه. خیلی کم پیش میاد برد تصویر و مین بردش آسیب ببینه. البته این به این معنی نیست که اصلا نباشه، نه، من خودم بارها بوده که مین برد تصویر رو تعمیر کردم، داشتم این مورد. ولی مثلا از هر 10 بار 9 بارش تغذیه برق شهریش بوده تا تصویرش. حالا این آوردن با ایراد خاموشی. خب دقت کنید، این کابل که وصله، اینم من وصل میکنم و عملا نه چراغی روشن میشه و نه تصویری میاد. خب من اینو باز میکنم، ابیابی میکنم، تمام روند تعمیر رو خدمتون توضیح میدم و فیلمش رو در اختیارتون میذارم فعلا. خب دوستای گلم، همونطور که گفتم معمولا یه برد تغذیه هست و یه برد تصویر. منتها این سری تابا آیفون یه مقدار قدیمیه، از تولیدات قدیمه و در تولیدات قدیمی به قول معروف برداشون هم بزرگتر از لحاظ فضا و همین که مثلا در سری های جدید قسمت در واقع قسمت تغذیه رو جدا کردن، ولی توی این برد اینجوری نیست. و عرضم به حضور شما که یه میکروکنترلر روی همین برد تغذیه هست که اینو معمولا میگم جدا کردن گذاشتن جای دیگه، ولی خب توی این برد به این صورت. یه نگاه ظاهری میکنید، چیز خاصی نداره. من نیومدم که به شما مثلا اصولی یا خیلی حرفه‌ای بخوام تحلیل مدار داشته باشم. ما قبلا هم خدمتتون گفتیم قراره توی این ویدیوها، چون بالاخره تایممون محدوده، مغازه‌دار هستیم، قراره سریعا یه تعمیر رو انجام بدیم، تحویل مشتری بدیم و باید در کمترین زمان ممکن اتفاق بیفته. این به نفع ماست تا اینکه مثلا بخوایم زمان بذاریم و کلی تحلیل و بررسی داشته باشیم. سوای این صحبت ها، شما هر بردی رو که باز میکنید، اولین وظیفه‌ای که دارید قبل از این که حتی به برق بزنید، حالا اون ابتدا که برق زدیم اونو فقط می‌خواستیم ببینیم روشن میشه نمیشه چی جوریه داستان، ولی الانی که باز کردیم قبل از این که مجدد به برق بزنیم، شما وظیفتون اینه که از این قسمتی که برق ورودی میاد، برق شهری میاد داخل برد، مو به مو قطعات رو با دقت نگاه کنید تا تمام قسمت ها رو به همین صورت بررسی کرده باشید. شاید ایراد ظاهری باشه و شما ببینید مثل همین برد دقیقاً به محضی که باز کردم دیدم این آقا کوچولو اینجا زدن تو سرش و کلش باد کرده، این خازن باد کرده. خب نمیشه قاطع بگی از اینه، چون از بخش تغذیه دوره، این خازن بخش میکروکنترلره، ولی باعث بررسی بشه دیگه. میگم الان من قطع میکنم ویدیو رو، ولتاژ گیری ها رو انجام میدم، میخوام ببینم توی خازن اصلی تغذیه آیا 320 ولت رو دارم، ساخته میشه نمیشه. اگه ساخته میشه بعدش رو چک کنم، رگولاتورها رو چک کنم و به همین صورت ایراد رو ردیابی کنم تا بهش برسم.
و دوباره واسهتون ویدیو میذارم از پیدا کردن ایراد و رفع عیب. دوستتون دارم. اومدم یه توضیح بدم. خطای دید داشتم. این برد میکرو در واقع از برد تغذیه جداست. من از اینجا پیوسته دیدم اینا رو، گفتم ویدیو اینم بذارم که شما هم ببینید. برد میکرو جداست، تغذیه هم که به همین صورتی که میبینید. خب من از تغذیه ابتدا شروع میکنم، ولتاژها رو میگیرم ببینم داستانش چه شکلیه، بعد برسیم به بحث میکرو، برد میکرو. در ادامه با من باشید. خب دوستای گلم، یه نکته تعمیراتی بگم خدمتتون. در تغذیه ها اگر دستگاه رو روشن کردید و به دستگاه برق بدید ولی دستگاه روشن نشه، اولین شک تو بحث برد تغذیهشه. شما بیاین این دو پایه خازن اصلی ولتاژ تغذیه رو بگیرید. باید 320 ولت داشته باشه. اگر نداشته باشه یه معنی، داشته باشم یه معنی. اگه نداشته باشه خب بایستی بررسیشه، یا کلید قطعه یا سیم قطعه، حالا یا هر چیزی. ولی اگر داشته باشه و همزمان دستگاه روشن نشه و مثلا خروجیشو بیاین این زیر خازنا رو بگیرید و ببینید خروجی نداره، دیگه اصلا وقتتون هدر ندین، دنبال چیزی نرید، تو این برد تو اون برد دنبال چیز خاصی نگردید. حالا سرویس خوبه که داشته باشید، همه رو سرویس کنید، ولی آقا قطع به یقین آیسی سویچینگ شهید شده و بایستی تعویض کنیم و کشی جنازه بشه. خب در ادامه دوباره نتیجه رو واسهتون میذارم. خب دوستای گلم، من برگشتم با ادامه تعمیر این آیفون تابا و مشتری داره میاد. بذارید من مشتری پذیرش کنم، دوباره ویدیو رو میگیرم براتون. برای بار چندم سلام، خسته نباشید. خب دوستای گلم، یه توضیح خیلی سریع من خدمتون بدم. صبح نتونستم اینو به پایان برسونم، مون واسه الان. خب من خدمتون گفتم وقتی شما ولتاژ 320 ولت رو فیکس داری، آیسی قطعا خرابه. اشتباه این حرف. باعث میگفتم 80% مواقع وقتی شما ولتاژ 320 رو فیکس سر خازن ورودی تغذیه دارید، 70-80% مواقع بله آیسی شهید میشه میره. اما تو این دستگاه اصلا اینجوری نبود. همونطور که میبینید من اومدم صبح سرم شلوغ بود، اومدم سری سوکت زدم، آیسی عوض کردم، ولی دیدم متاسفانه همچنان ایراد پا برجاست و دستگاه روشن نمیشه. یه مقدار سرم شلوغ بود، کارامو انجام دادم تا الان که دوباره روش کار کردم. این سری حالا این بشه تجربه. آقا گفتم که این اگر ولتاژ داشت خرابی این، اما اگه از این نبود شما اصلا جای دیگه باز وقتتون رو هدر ندید. مسیر خازن تغذیه تا آیسی سویچینگ رو حتما چک کنید. ماسفت داره، مقاومت‌های بار داره که وظیفه محدود کردن جریان ولتاژ رو دارن، مقاومت‌های علاوه کیلو اومی بزرگی هم هستن. دقیقاً تو این برد مقاومت 150 کیلو 1 وات ایشون شهید شده بود این سری و من به جاش مقاومت 150 کیلویی 2 وات گذاشتم که یه مقدار خیلی تحت فشار نباشه و همین به برق زدم و دیدم که دستگاه به سلامتی روشن شد. حالا میخوام با شما هم این روشن شدن رو به اشتراک بذارم اگر بتونید ببینید. خب دقت کنید، چراغ روشن شد و قطع که میکنم چراغ خاموش میشه. این دیگه احتمال خیلی بالا کاملا تعمیر شده، ولی میگم حتما بایستی جز به جز این بردها
مرتب یه سرویسی بشه، یه نگاه ظاهری بکنید، یه شستشویی انجام بدید. حتی الانی که داشتم کار میکردم این نکته رو بگم، گاهی اوقات خازن آیسی سویچینگ باعث این خاموشیه. گفتم 70-80% آیسی ایراد داره، اون 10-20% که مونده یا خازن آیسی سویچینگ ایراد داره یا این مقاومت بارها ایراد پیدا میکنن. دیگه من غیر از این الان تو ذهنم نیست که چیزی خدمتون بگم. به هر حال دستگاه تعمیر شده، میبندمش، دوباره تصویر میگیرم و یه ویدیو کوچیکم از اون لحظه براتون داشته باشم و تمام. امیدوارم لذت برده باشید. موضوع بعدی این که این وسط ها من این خازن رو هم عوض کردم، باد کرده بود، خازنی نزدیک به میکرو دیگه باد کرده بود، تعویضش کردم. میگم باید سرویس بشه این بورد کاملا. ببندم، تصویر میگیرم، دوباره خدمتون هستم.